حادثه ترافیکی لطیفه عزیزی در امریکا و آلت بد صحی وی در شفاخانه. دلیل این حادثه ترافیکی لطیفه عزیزی چیست؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. لطیفه عزیزی هنرمند خوش صدا، خوش سیما و تازه کار کشور است. لطیفه کارهای هنری خود را از پروسه ستاره افغان آغاز کرد و توانست در این پروسه رقابتی مقام سوم را از آن خود کند. لطیفه عزیزی تا سن نوجوانی در کشور پاکستان بود و در سال 2009 به افغانستان برگشت. اکنون لطیفه عزیزی با یک برادر خود بعد از تغییر رژیم حاکم در کشور توانست در روند تخلیه از افغانستان خارج شود و در کشور امریکا زندگی می کند. لطیفه عزیزی بعد از آن که به امریکا رسید دیگر آواز نخواند و راه مدلینگ را در پیش گرفت. اکنون لطیفه عزیزی برای چندین برند افغانی و خارجی مدلینگ می کند. لطیفه عزیزی با یک برادر خود در شهر ویرجینیای امریکا است. روز قبل در صفحات اجتماعی خود تصاویر را نشر کرد که گویا لطیفه عزیزی حادثه ترافیکی کرده است و دلیل این حادثه ترافیکی را به احتیاطی برادرش دانسته است. اکنون لطیفه عزیزی با برادر خود در شفاخانه در شهر ویرجینیای امریکا بستری است و حالت صحی لطیفه عزیزی نسبتاً خوب است، ولی حالت صحی برادرش خیلی وخیم است. این همه در حالی است که لطیفه عزیزی یک ماه قبل پای خود را عملیات کرده بود و عملیات پیوند استخوان را انجام داده بود. ولی به هر صورت ما از بارگاه عزتمندان برای تمام مریضان آل اسلام شفای عاجل خواهان هستیم. دوستان نهایت عزیز، شما هم پیام هایتان را در بخش کامنت با ما شریک بسازید. ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید. سلامتی شما آرزوی ماست. شاد و موفق و کامگار و خرم باشید. تا درود دیگر، بدرود.